سلام، حالتون چطوره؟ من نوش نوازنی هستم، روانشناس، و امروز میخوام باهاتون راجع به نحوه درست دعوا کردن تو رابطه صحبت کنم. تو این ویدیو با من باشید. بعضی وقتا ما فکر میکنیم که رابطه خوب و پرفکت و عالیه که توش دعوا نیست. اما مسئله اصلی اینه که دعوا کردن و بحث کردن بخش اجتناب ناپذیر رابطه است و اتفاقاً خیلی هم میتونه به ما کمک کنه که رابطه بهتری بسازیم. اما یه سری قانون و قوانین خودش رو داره که باید رعایت بشه. بعضی وقتا ما وقتی دعوا میکنیم خواستمون به صورت ناخودآگاه اینه که حال طرف مقابلمون رو بگیریم یا ناراحتش کنیم. خب قاعدتا یه همچین دعوایی نه کمکی به خودتون میکنه نه رابطتون. فقط اینه که حال همدیگه رو بد میکنین و یه جورایی یه کینه‌ای هم تو دل همدیگه میذارین که بعضی وقتا خیلی طول میکشه تا فراموش کنین. اما رابطه‌ای که توش دعوای درست و سالم باشه این شکلیه. قانون اول اینه که ما راجع به یه موضوع بحث میکنیم. یعنی اگر که مثلا شما از دیر اومدن پارتنرتون ناراحتین، فقط و فقط راجع به اون موضوع صحبت میکنین. دیگه نمیاین هزار تا موضوع گذشته رم بیارید داخلش، اینکه دیر اومدی، بعد بد اخلاقم بودی، اون روزم به من زنگ نزدی، هزار تا چیزو ما قاطی نمیکنیم. این هیچ کمکی نمیکنه و بیشتر باعث گیجیمون میشه تو دعوا، چون حالت دفاعی میره بالا و ما میخوایم فقط بگیم که من خوبم تو بدی. این اصلا بهتون کمک نمیکنه. ولی وقتی راجع به یه موضوع صحبت میکنیم تمام فوکوس و انرژی ما میره روی این موضوع که در نهایت برسه به راه حل و تکرار نشدن این مشکل. نکته دوم اینه که به جای اینکه به صورت حمله وار صحبت بکنیم، راجع به خواسته خودمون صحبت کنیم. فرقش اینجاست. مثلا وقتی میخوایم اعتراضمون رو بگیم راجع به این که چرا پارتنرمون بهمون زنگ نزده، به جای اینکه بگیم تو هیچ وقت به من فکر نمی کنی، همیشه یادت میره، من آخرین پایوریتی تو هم، آخرین اولویتتم، این به صورت اتوماتیک توی ما حس دفاعی ایجاد میکنه. اما وقتی که میگیم امروز خیلی دلم برات تنگ شده بود، ازت خبری نبود، کاش که بیشتر به هم زنگ بزنیم، هر وقت فری بودی به منم یه زنگی بزن، این چه حسی رو ایجاد میکنه؟ همدلی، مراقبت، بیشتر عشق رو میاره بالا. چرا؟ چون راجع به خواسته خودم حرف زدم، تو رو زیر سوال نبردم. نکته سوم اینه که من بتونم موقع دعوا حس طرف مقابلم در نظر بگیرم. آیا الان زمان مناسبی واسه دعوا کردن هست یا نه؟ بعضی وقتا ما نمیتونیم صبر بکنیم. خیلی وقتا دعواهای ما موقع اوج میگیره و تبدیل به مشکلات بزرگ میشه که ما میخوایم همون لحظه حرف بزنیم و همون لحظه حرف زدنه قاطیش هیجاناتیه که خیلی هم روش کنترل نداریم. اینجوری میشه که داد میزنیم، گریه میکنیم، قهر میکنیم، میذاریم میریم. ولی وقتی زمان مناسبی رو انتخاب میکنیم که توش خسته نیستیم، هیجانی نیستیم، یک کم فرصت دادیم به خودمون که راجع به اون موضوعی که ناراحتمون کرده فکر کنیم، توش منطق بالا اومده. برای همین میتونه یه گفتگوی سالم به وجود بیاد که توش راجع به اون مشکل و خواسته شما صحبت میشه. ولی وقتی که تا همسرتون از در اومده تو و خسته است شروع میکنید به قیافه گرفتن و داد زدن و جر و بحث کردن، ناخودآگاه احساسات و هیجانات خستگی و شاید اونم یه مشکلی داشته، تو ترافیک مونده، دیر اومده، با رئیسش دعوا شده، همه اونا هم قاطی میشه و تبدیل میشه به یه انفجار بین شما دو نفر. پس این یه نکته دیگه است، پیدا کردن زمان مناسب. و نکته بعدی اینه که وقتی که ما راجع به این موضوع صحبت میکنیم نباید توقع داشته باشیم که خواسته ما فقط مطرح باشه. یادمون نره رابطه 2 تا سمت داره، خواسته های پارتنرم، خواسته های من. هدف اصلی اینه که ما این وسط همدیگه رو میت بکنیم. یعنی یه حدی اون بیاد به سمت خواسته های من، یه حدی هم من بیام به سمت خواسته های اون. مثلا توی یه همچین موضوعی میتونه این موضوع مطرح بشه که خب من کار دارم، کارم سنگینه، نمیتونستم بیام و تو باید اینو در نظر بگیری که تایم کاری من طولانیه. و از اون طرف منم بگم که خب منم این خواسته رو دارم که با تو بیشتر وقت بگذرونم چون تو پارتنر منی. خب و این شکلی ما برای اینکه بخوایم با هم دیگه نیازمون رو میت بکنیم میتونیم به یه راه حل برسیم. مثلا راه حلش این میتونه باشه که اوکی پس دیگه بعد از سر کار به جای اینکه بری با دوستات رستوران، بیا خونه. یا اینکه یه روزای مشخصی رو با همدیگه کلا وقت بگذاریم که توش
درگیر کار نباشی، میرسه به راه حل. ما از هر بحث و دعوا باید به یه راه حل برسیم، این هدفه. ولی بعضی وقتا توی درمان کاپل تراپی من میبینم که تمام این دعوا داره حول محور این میچرخه که حال همدیگه رو بگیریم. انگار که هر کدوم از طرفین یه مش سلاح دارن از گذشته و چیزهایی که راجع به هم میدونن و نقطه ضعفای همدیگه و تمام رد فلگا، و موقع دعوا دونه دونه دست میکنن تو این کیسه سلاح به همدیگه پرت میکنن. تو همیشه اینجوری، بابات هم اینجوریه، قبلا هم این کارو کردی، تو اصلا حالیت نیست. اینا سلاحه. سلاح باعث جنگ و خونریزی تو دعوا میشه، به راه حل نمیرسه. راه حل شما با گفتگو و آگاهی نسبت به خواسته های خودتون و آندرستندینگ و درک نسبت به خواسته های طرف مقابلتون اتفاق میافته. اما اگه بعضی وقتا میبینین که نمیتونین به هیچ نقطه مشترکی برسین، تراپی میتونه خیلی کمکتون بکنه. و از همه مهمتر اینکه آوردن اطرافیان و خانواده توی دعوا بزرگترین اشتباهه، چون احساسات و هیجانات اونا هم علاوه بر هیجانات خودتون که کنترل ندارید روش قاطی میشه و یه ولوشویی به دست میاد که دیگه نمیشه کنترلش کرد. پس اگه به کمک نیاز دارید، نیاز به کمک درمانگر دارید، نه مامان و بابا و دوست آشنا. اینو یادتون نره. مرسی که کنار من بودین. میتونید چنل منو سابسکرایب بکنید یا اینکه امروز اولین سشنتون رو بکنید برای رابطه بهتر.